میگن که نماز شام تسبیح دارد یا نه؟ بله، اگر منظورتون تسبیح وقتی که گفتیم هم تحمید و هم تکبیر را در نظر داریم، چون که خیلی که در صحیح مسلم ثابت است در حدیث ابو هریره پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی که بعد 5 وقت نماز 33 مراتب سبحان الله، 33 مراتب الحمدلله، 33 مراتب الله اکبر گوید، این 99 تا است، و برای پره کردن رقم 100 یا مراتب لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر گوید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه غفرت خطایاه و ان كانت مثل زبد البحر، گناهش بخشیده میشد اگرچه مثل کفک بحر باشد. کفک بحر بسیار است، در هر یک موج کفک پیدا میشد، یعنی بسیار است. مانند همین هم گناهش اگر بسیار باشد، بعد هر یک نماز وقتی که این ذکرها را میکند گناهاش بخشیده میشد. بنابراین شام هم بعد نماز شام هم این ذکرها گفتنش مشروع است و این ذکرها را هر یک بنده باید در علاهیدگی گوید.